سلام به همگی، خیلی خوش اومدیم به این بررسی جدیدمون. امروز میخوایم بریم سراغ یه چالش خیلی جالب. پزشکا واقعاً چطوری یاد میگیرن تصاویر پیچیده پزشکی رو بخونن؟ و مهمتر از اون، آیا یه روش آموزشی خاص میتونه این فرایند رو کلاً زیرو رو کنه؟ بیایم با هم کشفش کنیم. به این تصویر یه نگاه بندازیم. این یه CT اسکن از قفسه سینه است. خب، برای چشم یه آدم عادی این تصویر شاید فقط یه سری لکه‌های خاکستری باشه، یه پازل بی‌معنی. اما برای رادیولوژیست همین تصویر داره داستان سلامتی یه آدم رو تعریف میکنه. سوال اینجاست، یه دانشجوی پزشکی چطوری یاد میگیره که بین این همه سایه یه تشخیص درست و حیاتی رو پیدا کنه؟ آها، راستی یه تشکر ویژن بکنیم. مهدی بهمون گفته که از تحلیل‌های قبلی خیلی لذت بردین، برای همین خیلی خوشحالیم که برای این بررسی عمیق دوباره پیش ما هستین. حمایت شما واقعاً به ما انرژی میده تا موضوعات پیچیده‌تری رو براتون باز کنیم. خب، پس برنامه‌مون برای امروز چیه؟ اول از همه با این پازل خاکستری بیشتر آشنا میشیم و یه چیزی به اسم شکاف یادگیری آناتومی رو کشف می‌کنیم. بعدش یه راه حل خیلی نوآورانه رو معرفی می‌کنیم و شما رو به چالش می‌کشیم تا خودتون یه اسکن رو بخونین. در آخر هم میریم سراغ علم پشت این روش و یه نگاهی میندازیم به آینده یادگیری. بخش اول، پازل خاکستری. این همون چالش اصلیه که گفتم. چطور میشه این همه داده تصویری رو گرفت و به یه درک درست از وضعیت سلامتی بیمار رسید؟ اول از همه CT اسکن اصلا چی هست؟ ببینید، CT اسکن مثل یه عکس رادیولوژی ساده دوبعدی نیست. دستگاه از زاویه‌های مختلف عکس میگیره و بعد کامپیوتر این عکس‌ها رو با هم ترکیب میکنه و به صورت برش‌های مقطعی نشون میده. انگار دارین یه نون رو برش به برش نگاه میکنین. این روش جزئیات فوق‌العاده‌ای از بافت‌های نرم، رگ‌های خونی و استخوان‌ها بهمون میده. خب، اینجا دیگه میرسیم به اصل مطلب. یه فاصله خیلی بزرگ، یه شکاف بین اون چیزی که دانشجوها تو کلاس آناتومی یاد میگیرن و چیزی که بعداً تو بیمارستان باید ازش استفاده کنن وجود داره. به این خط زمانی نگاه بکنین. سال اول پزشکی، دانشجوها ساعتها وقت میذارن کتابای سنگین آناتومی رو میخونن، تو آزمایشگاه تشریح کار میکنن، ولی تا سال 4 که وارد بخشای بیمارستان میشن و باید تصاویر رادیولوژی رو تفسیر کنن، 2-3 سالی گذشته. خب چه بلایی سر اون همه دانش میاد؟ و این فقط یه حدس و گمان نیستا، یه تحقیق تو سال 2013 دقیقاً همین موضوع رو بررسی کرده. محقق‌ها فهمیدن که تو این فاصله زمانی طولانی بخش بزرگی از اون دانش آناتومی خب فراموش میشه. این یعنی یه مشکل بزرگ و یه ناکارآمدی جدی توی سیستم آموزش پزشکی. خب، حالا راه حل چیه؟ چطور میشه این شکاف رو پر کرد؟ خوشبختانه یه سری از اساتید ده‌ها قبل به فکر این مشکل بودن. بذارین شما رو با یه راه حل خیلی جالب آشنا کنم. یه کتابی که فقط درس نمیده، از شما سوال هم میپرسه. کتاب اصول رادیولوژی قفسه سینه فلسون اصلاً یه کتاب درسی معمولی نیست. بهش میگن متن برنامه ریزی شده. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه فقط یه سری اطلاعات رو جلوی شما بذاره، مدام ازتون سوال میپرسه و شما رو به چالش میکشه. خیلی هم جذاب و خودمونی نوشته شده، حتی گاهی شوخی هم میکنه تا اون فاصله بین آناتومی خشک کتابی و کاربردش تو دنیای واقعی رو از بین ببره. خب دیگه تئوری بسه. حالا میخواییم با الهام از همون روش فلسون خودمون این روش تعاملی رو امتحان کنیم. قراره با هم چند تا CT اسکن واقعی رو بررسی کنیم. آماده این؟ بزن بریم. قبل از اینکه شروع کنیم، یه مفهوم کلیدی هست که باید بدونیم. پنجره ها توی CT اسکن. کامپیوتر میتونه داده های یه اسکن رو به روش های مختلفی نشون بده تا بافت های خاصی رو بهتر ببینیم. مثلا با پنجره مدیاستن میتونیم قلب و رگ های بزرگ رو واضح ببینیم، ولی با پنجره ریه جزئیات خود بافت ریه مشخص میشه. این یه ابزار فوق‌العاده قدرتمند دست رادیولوژیست ها. خیلی خوب. اولین چالش ما. تو تصویر بعدی یه برش از قفسه سینه رو می‌بینین که چند تا حرف روش مشخص شده. سوال اینه کدوم حرف نای یا همون لوله اصلی تنفس رو نشون میده؟ یه چند ثانیه به تصویر خوب نگاه کنین. یه راهنمای کوچیکم میکنم. یادتون باشه که نایل لوله‌ایه که هوا رو میبره به ریه ها. خب هوا توی CT اسکن چه رنگی دیده میشه؟ سیاه. پس دنبال یه لوله سیاه بگردین.
و جواب درست گزینه C هست. اون ساختار لوله‌ای شکل و سیاه رنگ وسط تصویر نای هست. گزینه‌های A و B رگ‌های خونی اصلی هن و D هم بخشی از خود بافت ریه است. دیدین؟ به همین راحتی شما همین الان اولین قدم رو برای خوندن CT اسکن برداشتین. کارتون عالی بود. بریم سراغ چالش بعدی. شناسایی استخوان‌ها. تو تصویر بعدی 3 تا استخوان با حروف مشخص شدن. میتونیم بگین کدوم جناق سینه، کدوم دنده و کدوم کتف هست؟ بازم یه نگاه دقیق به تصویر بندازین. به موقعیت هر استخوان نسبت به بقیه اعضای بدن فکر کنین. جناق سینه کجاست؟ جلو. دنده‌ها دور تا دور قفسه سینن. کتفم که میره پشت. خب بریم سراغ جوابها. B اون استخوان صاف جلویی جناق سینه است. A که کنار قرار گرفته یه دنده است و C که پشت قرار داره استخوان کتف یا همون تیغه شانه است. آفرین، تبریک میگم. شما دارین کم کم نقشه آناتومی بدن رو یاد میگیرین. خب سوال بعدی یکم فنی تره. فرض کنین یه رادیولوژیست میخواد جزئیات خیلی خیلی ریز بافت ریه رو ببینه تا یه بیماری خاص رو تشخیص بده. به نظرتون از یه اسکن با کیفیت معمولی استفاده میکنه یا اسکن با کیفیت و وضوح بالا؟ این 2 تا تصویر رو کنار هم ببینین. هر دو از یه ناحیه ریه گرفته شدن، ولی یکیشون کیفیت و وضوح بالاتری داره. به نظرتون کدوم یکی اسکن با وضوح بالاست؟ چپی یا راستی؟ جواب تصویر سمت چپیه. دقت کنین که چطور دیواره‌های راه‌های هوایی و اون خطوط ظریف توی بافت ریه خیلی واضح‌تر و شارپ‌تر دیده میشن. این وضوح بالا با گرفتن برش‌های خیلی نازک حدود 1.25 میلیمتر به دست میاد و به رادیولوژیست اجازه میده بیماری‌های خیلی ظریف ریه رو هم تشخیص بده. خب آماده این برای آخرین و سخت‌ترین چالش؟ این تصویر یه نمای متفاوته که بهش میگن کورونال، یعنی انگار از روبرو برش خورده. این دفعه سوال فقط این نیست که چی کجاست. سوال اینه که چه چیزی اینجا غیر طبیعیه. این دیگه یه چالش واقعیه، چیزی که پزشکا هر روز باش سر و کار دارن. خوب، به ریه ها دقت کنین. دنبال چی باید بگردین؟ دنبال یه چیز غیر عادی. آیا چیزی توی بافت ریه میبینین که ناجور به نظر بیاد؟ به استخوان‌ها، مخصوصاً دنده‌ها هم خوب توجه کنین. اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که دانش آناتومی با هنر تشخیص بیماری ترکیب میشه. خب این یه کیس واقعی و خیلی جدیه. اگه دقت کنین تو بافت ریه ها کلی توده کوچیک و گرد دیده میشه و مهمتر از اون تو یکی از دنده‌های سمت راست یه زایعه هست که نشون دهنده متاستازه، یعنی وقتی سرطان از یه جایی به استخوان زده. تشخیص نهایی برای این بیمار یه تومور بود که از جای دیگه‌ای تو بدن به ریه‌ها و استخوان‌هاش سرایت کرده بود. این به خوبی نشون میده که خوندن این اسکن‌ها چقدر میتونه تو تشخیص‌های حیاتی نقش داشته باشه. شماها همین الان یه نسخه کوچیک از این یادگیری یک پارچه رو خودتون تجربه کردین. ولی آیا این روش از نظر علمی هم جواب میده؟ آیا واقعاً مؤثره؟ حالا بیایم ببینیم علم چی میگه. بریم به سال 2013 دانشکده پزشکی هانوفر تو آلمان. یه سری محقق میان یه دوره آموزشی جدید به اسم آناتومی رادیولوژیک رو امتحان میکنن. تو این دوره آناتومی و رادیولوژی رو با هم و به صورت یک پارچه درس میدن. نتایج این مطالعه واقعاً شگفت‌انگیز بود. 90% دانشجوها گفتن که این دوره فهمشون از آناتومی رو خیلی بهتر کرده. و فقط این نیست، 88% گفتن که این دوره باعث شده علاقهشون هم به آناتومی و هم به رادیولوژی بیشتر بشه. این یعنی وقتی تئوری رو به عمل وصل می‌کنی، هم انگیزه بالا میره و هم یادگیری. ولی این نمودار دیگه تیر خلاصه. دانشجوها به این دوره یک پارچه نمره میانگین 1.3 دادن، در حالی که میانگین نمرهشون به بقیه دوره‌ها 2.8 بود. یادتون باشه که نمره 1 یعنی عالی. این نشون میده که دانشجوها نه تنها بیشتر یاد گرفتن، بلکه از خود فرایند یادگیری هم خیلی خیلی بیشتر لذت برد. خب از همه اینا چه نتیجه میگیریم؟ موضوع فراتر از رادیولوژیه. حرف سر یه اصل خیلی مهم توی یادگیریه، وصل کردن نقطه‌ها به هم دیگه. پس این مدل یادگیری موفق رو میشه توی 3 تا قدم ساده خلاصه کرد. اول، یه پایه محکم از دانش تئوری. دوم، وصل کردن فوری اون دانش به کاربردش تو دنیای واقعی.
و سوم، تقویت کردن این یادگیری با تمرین‌های فعال و حل مسئله، دقیقاً مثل کاری که ما با هم انجام دادیم. این جمله از همون تحقیق به نظرم همه چیز رو خلاصه میکنه. وقتی یه دانشجو میبینه که اون چیزی که داره یاد میگیره مستقیما تو مراقبت از یه بیمار واقعی کاربرد داره، انگیزش برای یادگیری چند برابر میشه. این ارتباطه که کلید یادگیری عمیق و موندگاره. و همه اینا ما رو به یه سوال بزرگ آخر میرسونه. این اصل فقط برای پزشکی نیست. شاید راز واقعی یادگیری عمیق تو هر زمینه‌ای فقط جمع کردن اطلاعات نباشه. شاید راز اصلی اینه که چقدر زود بتونیم بین تئوری و عمل پل بزنیم. این سوالیه که واقعا ارزش فکر کردن داره. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودین.